ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 23 ноябри соли 2022 мебошад ва мо қарор дорем дар боғи олуҳои интенсивӣ бо ҳамроҳии агрономи мо Мирбоз ки ҳамин олуҳоро шинондаву парвариш карда истодааст, имсол ба соҳибонаш месупорад. ва ҳозир Мирбоз дар мисоли ана ҳамин дарахт ба мо буриш, яъне ки ба шаклдарории ниҳоли олуро нишон медиҳад ва мо сабт карда ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел ҳамин олуҳои интенсивӣ, ин олуҳои интенсивӣ мебошад, бурида мешавад. Мирбоз, ҳозир бинед ки ин олуҳоро шумо чанд ба чанд шинондагӣ? من هم با نوبه خود سلام خود را خدمت همه هموطنان همدیاران عزیزم میرسونم. خدا در هر جای هستن ساق سلامت باشن و درختایی که اینجا میبینید نخل اسکندر یا درختای اینتنسیوی آلو هست البته. و اینجا آلوهایی که اینجا میبینید فاصله بین نهال و نهال 2 و فاصله بین زیاد 4 هست. اولوتون چند ساله شد؟ اولوی من این سال 2 ساله شد. ما در شوری سال 21 بدنیم 22 2 ساله پر را شده این نهال. 2 ساله 22 شد و قدشان علاقه 4 متر شدن. اینا در چگونه پتاگرش اینا اینتنسیوی پتاگرش باشد؟ یا اینتنسیوی روی پادوای موریبلون پیوند است. پادوای موریبلون؟ بله. و حالا ما میپردازیم به شاخه‌بری از یا گفته امورتون بعد که این درخت‌ها ابریشکه این درخت‌ها البته با الوای ساده یا محلیمون فرق دارد. پس دوستانی که تماشا میکنن در یک نقطه اهمیت بدن که ابریشکه این درخت‌ها با درخت‌های ساده یک نمود نیست. پس شروع ببینن، تماشا کنن و چیزی که ما میکنیم عین همون شکل بکنن و در آینده حاصل خوبی بهتر داشته باشن. همدیاران عزیز، یادآور میکنم که سال گذشته همین باغ آمده ما همین اولو را یک دو تاش رو ابریشکه کردن نشان داده بودیم. اون وقت من و شما میگویم که اولو انم قدرک بود. انم اولو رو ببینید نقص نشون نمونه یافته است که انم یک سال است. انم خالی بودن. امسال علاقه بینه 4 متر شدن. خیلی با بریدن گاب زده برید. ما با ویدیوی قبلی خود گفته بودیم که وقتی ما درخت که شاخه‌بری میکنیم یک دور از گرد درخت دور میخوریم، میبینیم که درختمون شاخ شکسته، کسلی یا خشک شده نداشته باشد. ما شکر خدا درختمون نو هست، کسلی هم نداره، خشک شده هم نداره، شکسته هم نداره. و ما مستقیم میریم که کار کنیم تا وقتی چی را نگیریم. و حالا این دو شاخ هست، در بین شاخ سومی هست که زاویه هر دوشون میده هست. پس ما ایران از اینجا میبرداریم و حالا اینجا هست ببینید این شاخ ما از طرف داخل سرزیده، اینا ما میبرداریم. شاخه که در داخل هستن زیچ هستن، جنگل هستن میگیرید ها؟ بله. و اینجا ببینید اینجا شاخ حاصلناک هست هر دوش. ما اینش یک تاشو میبرداریم، باید از اینجا باید هر دوشو برداریم. و این شاخ ما اینجا اینجا هر دوش زیادی هست، اینا میگیریم اینجا. گرچند این شاخ ما پر میوه هست ولی از طرف داخل رو گرفتیم. و حالا ما قسمت داخل تقریبا کار کردیم و این شاخ ما هم بیزیب هست، اینا میگیریم و میپردازیم طرف بیرون. وقتی ما این شاخ میبریم البته به شکل مایل یا خمیده ببریم، آب باران یا چیزی در اینجا جمع نشد، کول نشد و چی ما را از اینجا ضرر ندهد، کسلی نکند. و اینا از همین شاخهایی را که وقتی ما میبریم البته پندکایی که در این نقطه میمونیم طرف بیرون باشه، شاخمون طرف بیرون بیاد، طرف داخل نرود که داخلی ما را جنگل میکنه. وقتی درونی تا درختمون جنگل بود، سایه آفتاب نمیرسد، جایگیر برای همه حشرات میشد. همدیاران عزیز، میرباز با سخنهای عادی توجیکی فهمانده ایستاده است. کلمه‌های روسی رو کم استفاده می‌برد و بگمانم که میفهمید. ببینید در اینجا میاییم که هر دو در همون تاج درختمون
فرقیت ما گفتیم فرقیت درخت اینتنسیوی شاخه‌بریش با درخت عادی در همین نقطه فرقیت میاره. ما در درختان عادی یا ساده یا محلی ما میانباز کوسه شکل شاخه‌بری میکنیم، ولی در درخت‌های اینتنسیو ما تاج درخت در نظر گرفته و گذشت در برابر حاصلناکی فکر باغدار، فکر صاحب باغ، فکر خلق کرده شاخه‌بری میکنیم و حاصل هم کم نکنیم و حاصل هم بیش از حد زیادی نباشه که درختمون قوت رسانده نتونه همش میده و چیده که در دوام سال در بازار نگیرد و خرید خوب نداشته باشد، باغدار از ما شکایت نداشته، همه را ما در نظر میگیریم. و حالی اینجا که هست این شاخ از یک نقطه هست، گرچند از مابین هست ولی در اینجا چی کرده است؟ زاویه را تشکیل داده است. عین حال اینم مابین نیست ولی اینم. پس ما از حساب کنده درخت میتونیم که چون از این طرف این شاخ دیگر هست، ما این را در نظر بگیریم، اینجا این را برداریم. یعنی که از من نشونتیم یک مرتبه به خلق فهمونم درخت اینتنسیوی رو، یعنی که همین توج میگد، همین رفتگی بلو رو توج گفت حاضر میربوز، توج درخت، یعنی که راست بلو میرفتگیش رو با مابین کنده سنتروفکا میگیریم. من همین مابین کنده و من همین درست میبیاد وزنش در مابین کنده وزن اینش رو بریده گرفت برای که این وای طرف رفتگی بود و حاصل میگیرفت میرفت همون طرف. انا که این درخت رو، این نوده رو مونده یک چند سانتی متر بلندتر دورتر میبرد، چون که سال آینده از اینجا هم نوده های نو انا همینو برین از همینجا با شکل نوده میده. درست؟ بله. و حالا ما این قسمت را تشکیل کردیم، شاخه‌بریش کردیم و حالا میایم روی تاج درخت یا همون سنگتر لیدر درخت. ما این را میتونیم که از 50 تا 65 تا 80 هم بریم و حاضر این نقطه ما میبریم. این همدیران عزیز ما میتونیم که 40 سانتی متر یا 50 سانتی متر. همدیران عزیز ببینید که من با محلی خودمون گپ زدم. من این یکم اتاج، یکم قطار، من این نوده ها موندیم، دیدید؟ رفت من اوای نوده سنتروای سال آینده انا از همین جاها همین خیل نوده ها میبروین. همین خیل نوده هایی که اینجا میبینید در تنه حمید میبروید و دویم اتاجش رو سال آینده در همین جا میموند. اینجا با همین خیل نوده میبروید، این طرف همین خیل دویم نوبت نوده میموند. درست گفتم؟ دویم نوبت از اینجا با سر میکند، اتاج دیگری تشکیل. اتاج دویم سر میشد. این سال دیگه این اتاج یکم بود. زینه پویا برین. این یکم زینه پویاش سال آینده در تنه انا همین نوده باز نوده های نو دراز میشد، دویم زینه پویا را میموند و همین خیل با کالتا میکند. درست؟ بله. و ها یک چیز دیگر را برای دوستا خاطر رسان کنیم که دوستا شما فکر نکنید که ما در این شاخ زیاد ماندیم یا شاخ بسیاری ماندیم، چون درخت های اینتنسیوی مثل درخت های محلیمان و ترشید یا نارکین بسیاری بد نمی کند و هر چیزی که میکند مخصوص برای میوه هست باید میوه گیرد. ما همه طرف فکر سالای 2 سال بعد 3 سال بعدش کردم و اینجا ابریسکا میکنیم. ما تا اگر قرار امسال که ما ابریسکا بکنیم، این در این شاخهایی که شما میبینید این باید از اینجا برداشته شود، این شاخ باید از اینجا برداشته شود، این شاخ باید از اینجا برداشته شود. انا این شاخ عموما نباشد، باید نه، ما فکر سالهای بعد باید بکنیم، چون این درخت جوان هست، یاش هست، فکر بعدش کرده ما شاخه‌بری کنیم یا ابریسکا کنیم. از شما همه خواهش کرده میشه که التماس از پیش خودتان نادانستن نفهمیده کار کرد نکنین، مصلحت بپرسین. پرسیدن هیچ وقت عیب نبوده است. یگانه چیزی که عیب است در ذات انسانی ندانستن عیب است. پرسیدن عیب نیست. هر وقت زمان شب و روز کدام وقتی باشه با ما در تماس باشین، ما در خدمت شما همیشه دست یاری ما تا حد توانمون برای شما شده در اختیار شما. میرباز رحمت به شما. این کدام سورت است؟ این سورت کاتالینا هست. اولوی خوب است. بله بهترین است. در اینجا چند هکتار شما باغ؟ در اینجا تقریبا 40 هکتار هست و برای کسانی هم که مثلا از این سورت نهال و غیر از سورت‌های دیگر لازم باشن ما براشون دسترس میکنیم. همدارون عزیز، باغی که میبینید میرباز آباد کردگی در این 40 هکتار در اینجا در ناحیه دنغره قرار دارد.
саҳари рӯз хати хеста омадем ки навор гирем то ба шумо нишон диҳем ҳамдиёрони азиз. Мирбоз аз номи аҳли гурӯҳ ба шумо миннатдорӣ баён мекунем. Худо соғ саломат бошед, дар паноҳи худо бошед. ҳамвақт шумо дар хизмати халқ бошед. мо дар хизмати халқ.